شیبانی به قتل رسید. روز چهارشنبه ساعت 17 وقتی سعید شمس وارد خونه میشه میبینه که مادرش رو با طناب به صندلی بستن. خونه به هم ریخته است. یک کیف چرم و یه دسته گل روی میزه ولی یکی از گلدون ها نیست. در نهایت با جسد همسرش مواجه میشه. حالا به نظر شما قاتل کیه؟ با توجه به گزارش پزشکی قانونی و نتایج کالبد-شکافی، ضربه با شدت کم به نقاط حیاتی وارد شده و موجب مرگ مغزی شده. هیچ نشانه‌ای از مواد خواب‌آور در خون یا کوفتگی و مقاومت بدنی مقتول وجود نداره. نظر نهایی پزشکی قانونی: قتل با جسم سخت، عدم مقاومت حین قتل. طبق بررسی‌های تیم پزشکی قانونی و با توجه به نتایج آزمایشگاهی، خون روی پیراهن سعید شمس مربوط به گروه خونی O مثبت میباشد. طبق بررسی‌های تیم پزشکی قانونی و با توجه به نتایج آزمایشگاهی، خون روی پیراهن لیلا شفیعی مربوط به گروه خونی O منفی میباشد. شما و شرکت کننده های ما در نقش کارگاه خصوصی هستید. مدارک پرونده در اختیارتون قرار میگیره. باید با بررسی اسناد و مدارک پرده از این راز قتل بردارید. آقای شمس، بابت اتفاقی که براتون افتاده بسیار متأسفیم و بهتون تسلیت میگیم. لطفاً ماجرا رو مو به مو برامون توضیح بدید. ممنونم. من از سر کار که رسیدم خونه، هر چقدر زنگ دمو دادم کسی درو باز نکرد. برای همین خودم کلید انداختم و رفتم داخل. دیدم مادرمو با طناب بستن به صندلی، داره به خودش میلرزه. از استرس زبونش بند اومده بود. هر چقدر صداش میکردم جوابمو نمیداد. آقای امیر بهادری، گزارش ورود شما به خونه خانم شیبانی ساعت 3:10 از طریق همسایه‌ها به دستمون رسیده. چه توضیحاتی داری؟ روز چهارشنبه بود. خانم شیبانی من تماس گرفتم برای سفارش یه دونه اسپرای تو چند تا کنسرو تنده ماهی و منم براشون بردم، ولی بعدش دوباره برگشتم. فکر کنم ساعت 3 بود. برگشتم دوباره خونه. رفتم طنابو خیلی راحت باز کردم. ازش پرسیدم مامان مونا کجاست؟ اما بازم بهم جوابی نمیداد. آقای آریا شمس، نیازه که سوالاتی از شما بپرسم. بله بفرمایید. اتفاق خیلی بدی بود. همینطوره. متوجه شدیم که مادرتون بعد از طلاق کلید به پدرتون تحویل نداده و از اونجایی که ورود به خونه مقتول بدون زور و درگیری بوده، بنابراین شما و مادرتون متهم این پرونده هستین. مادرتون هیچ آسیبی ندیدن؟ خراشی، زخمی، کبودی؟ نه خدا رو شکر اصلا هیچ اتفاقی براش نیفتاده بود. فکر کنم قاتل فهمیده بود که مادرم خطری براش نداره، برای همینم کاری باهاش نداشت. چرا مادرتون نباید برای قاتل خطری داشته باشه؟ مادر من آلزایمر پیشرفته داره. معمولا تو خونه ساکت و آروم یه گوشه میشینه و کاری به کار کسی نداره. فاصله سوپرمارکت تا خونه خانم شیبانی نزدیکه. چرا باید آنلاین سفارش بدن؟ من خانم شیبانی از خیلی وقت میشناسم، هم محلی بودیم. بیشتر موقع حوصله خرید نداشتن، سفارش میدادم من خودم براشون میبردم. تو تحقیقات بهمون گفتن شما و خانم شیبانی به هم دیگه علاقه داشتین. درسته؟ این واسه قدیم بود دیگه، از وقتی که ازدواج کردم واسه خواهرم میمونه. یعنی الان شما خیلی دیگه ما قاتلیم. درسته من دستم کجه ولی قاتل نیستیم. بعدش هم من قبل تمام این اتفاقا کلیدو برده بودم داده بودم به اون لیلا. شاید کینه‌ای از پدرتون داشتین. این مسخره است. گزارش‌های پزشکی قانونی و بازجویی‌هایی که دیدی به نظرت قاتل کیه؟ به کی مشکوکی؟ اول که من چند تا سوال دارم. اینکه قتل حدوداً ساعت چند اتفاق افتاده؟ با توجه به گفته‌های خود سعید شمس، یعنی لحظه‌ای که وارد خونه شده و با جسد مواجه شده، و گزارش‌های پزشکی قانونی حدودای ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر اتفاق افتاده. آقای امیر بهادری قرار بودش که ساعت 3 سفارش رو تحویل بده. می‌خواستم بدونم که تحویل دادن یا نه. آیا استشهادیه از همسایه‌ها دارین که اون ساعت ایشون اونجا دیدن؟ از نظر من آقای امیر بهادری قاتله، به خاطر اینکه علاقه‌ای که بینشون بوده از قبل باعث شده که بدون مقاومت قتل اتفاق بیفته و اینکه ساعتی هم که در واقع قتل اتفاق افتاده خیلی نزدیک به همون ساعتیه که ایشون سفارششون رو آوردن. چرا آریا و سعید شمس نه؟ به نظرم انگیزه‌ای وجود نداشته برای چی بخوان این کارو بکنن. البته بازجویی هنوز ادامه داره و ما یه مظنون دیگه هم داریم. شاید قاتل اون باشه. شاید. به من جواب بدین. چهارشنبه ساعت 3 تا 4 کجا بودی؟ خونه دوستم بودم. فیشش هم هست میتونم بهتون نشون بدم. بعدش هم اون طرف اتاق دیدم که جنازه مونا رو زمینه. اولش واقعا نمیدونستم که باید چی کار کنم. من شده بودم. بفرمایید آب میل کنید. ممنونم.
بعدش مونا رو بغل کردم، سوار ماشین کردم، بردم بیمارستان. اما تموم کرده بود. خودتون به کسی شک ندارین؟ نه به طور قطعی، اما همسر سابقم کلیدای خونه رو داشت. متاسفانه تنبلی کرده بودم و کلیدای خونه رو عوض نکرده بودم. نمیخوام بگم که قاتل همسر سابقمه، اما فقط خواستم که اطلاع داده باشم. بیشتر از زندگیتون برامون بگید. من از همسر سابقم یه پسر دارم. بعد سالها که ازدواجم جواب نداد دوباره ازدواج کردم. همسر سابقم مونا رو دلیل اصلی به هم خوردن ازدواجمون میدونست. درباره اینکه مادرتون به همسر پدرتون حسادت میکردن نظرتون چیه؟ حتما بابام چیزی گفته، چون که اون همیشه سعی میکرد مادرمو مقصر جداییشون جلوه بده، با اینکه اصلا تو رفتارش تعادل نداشته. الان میتونم از حضورتون مرخص شم؟ بله کافیه، فقط در دسترس باشید. منو چرا آوردید اینجا؟ من میخوام برم خونه. الان دخترم از مدرسه میاد پشت در میمونه. خانم شفیعی میدونیم حالا مصاحبه ندارین، لطفا بازم فکر کنید ببینم ماجرا اون چیزی یادتون میاد. مامان خواهش میکنم تو رو خدا بیشتر فکر کن. اون روز چه اتفاقی افتاده؟ قربون دلت برم که انقدر داغ داری پسرم. به خاطر آلزایمر شدیدی که داره چیزی یادش نمیاد. خب برم خونه. الان دخترم میاد نهار میخواد. فعلا مادرتون میتونه مرخص بشه. یه سوال دیگه ازتون میپرسم. به نظرتون چرا قاتل مادرتون رو زنده نگه داشت؟ نمیدونم. شاید بهتره که از خود قاتل بپرسید. مادرم مونا رو خیلی دوست داشت. انقدر که وقتی مونا مریض شده بود و بستری شده بود تنها کسی که تونست بهش خون اهدا کنه مادر من بود. پسرتون چی؟ نه فکر نمی کنم. اون ترسوتر از این حرفاست. بسیار عالی، میتونید تشریف ببرید. فقط اینو بدونید که ما تمام سعیمون رو میکنیم و در دسترس باشید. ممنونم. بسیار خوب، میتونید فعلا تشریف ببرید ولی تحت نظر هستید. خب بقیه بازجویی و اسناد و مدارک رو دیدیم. هنوز نظرت همونه یا فکر کنی قاتل کسی دیگه ایه؟ من الان فکر میکنم حتی ممکنه که آقای سعید شمس در واقع قاتل باشه، اما بین این دو نفر واقعا نمیتونم یک نفر رو قطعی بگم کدومشونه، چون که بازم آقای سعید شمس خب همسرش بوده و بین این دوتا هم میتونه که هیچ تنشی نباشه. از اون طرف ممکنه که صحنه سازی کرده باشه و خیالش هم راحت بوده که مادرش آلزایمر داره. خب اگه خیالش راحت بوده برایش مادرشو بسته. برای صحنه سازی. صرفا خواسته صحنه سازی کنه. پس الان نتیجه قطعی چیه؟ سعید شمس یا امیر بهادری؟ من بیشتر سعید شمس یعنی خودش برای زن خودش رو کشته و برای صحنه سازی مادرش رو بسته به صندلی و بعد رفته سمت بیمارستان. بله. خب نظر شما چیه؟ به نظر شما قاتل کی بود؟ قاتل این پرونده لیلا شفیعی بوده. عروس خودش رو به یه جسم سخت کشته و برای ظاهرسازی خودش رو به صندلی بسته. به خاطر همین بوده که سعید شمس به راحتی تونسته تنابو باز بکنه. از طرفی هم توی بازجویی‌ها گفته شد که هیچ آسیبی ندیده، یعنی هیچ زخم و کوفتگی و ضربه روی بدنش وجود نداشته. ولی توی گزارش‌های پزشکی قانونی لکه خون روی لباسش بوده. پس این لکه متعلق به مونا شیبانی بوده. کانالمون رو سابسکرایب کنید و تو کامنت‌ها بهم بگید که درست حد زدید یا نه.